I'm Jesus. چطور نه دیگه I'm Jesus. Welcome. اومدیم امروز با سلام بدیم. چطوری بچه‌ها؟ ایمانم. تو ویدیو مسیحا قطعا منو دیدین. البته بیایم به این مسیحا بپردازیم. همین اولش یه Q&A داریم امروز. پولش هنوز ندادم. پول من هنوز نداده. نه اون ویدیو رو نگرفتیم، پولمو ندادید. یه سری ویدیو ضبط میشه که نمیاد بیرون. خب آقا بحثی که هست، یه سری ویدیو میاد ضبط میشه با این تایتل که ما من چطوری توضیح بدم چنل منه لاشی. الان من مجریم اینجا. من کی گفته تو مجری؟ من مجریم. چنل منه. آقا ببینید یه سری ویدیو میان بعضی از یوتیوبرها واسه شروع ضبط میکنن، معمولا ویدیو اولشون یا سالگرد یه سالگی میذارن، ولی خب تصمیم بر این شد، اصرار دوست عزیزمون، تصمیم بر این شد که بیایم یه همچین ویدیو بگیریم. الان تایم بهتریه واسه یه شرط بستیم. قرار شده اگه زیر 10 کی بوق بذار آقا ادیتور اون قسمتش بوق بذار. آره این ویدیو باید 10 کی بخوره تو 2 ماه. اگه نگیره باید من میریم کوچه میگردیم، کوچه گردی میکنیم اگه 10 کی بخوره. آقا همینجا یه قول ولاگ کوچه به کوچه بگیریم. مگه مسابقه محله است یعنی چی؟ نه نمیخوام بریم کوچه به کوچه جایزه بدیم. یه کوچه گردی شب نریم، 2 شب بزنیم کوچه پس کوچه بریم. تو شهر خودتو میشناسی، میدونی اینا همه اینجا لاشی و دزد و یه کاریش میکنیم. برو اینو ول کنید آقا. این ایده 2 تا دخترم میاریم. اگه این ویدیو 10,000 تا ویو بخوره 2 تا دخترم با خودمون میاریم. آقا کن. الو اسم اصلی تو میخوای بگی؟ اسم من مسیحا. با مسیحا شروع کردی ولی با اسم جیزس. آره چون مسیحا خیلی شبیه جیزس. من هر از بچگی وقتی میگفتن مسیحا میگفتن جیزس اساد کو، با اینکه مال عیسی بود. یه بولی بود، یه بولی مثلا خودت در آوردی بود. نه این اولین کسی که میگفت خودش بود. میشه توضیح بدی مسیحی نیستی؟ آره من مسیحی نیستم. همچین اسمی تو این شهر خیلی غریبه. قبول داری؟ نه تو زیادن خدای. من همین دیروزی رفته بودم اون شاید تو مثلا ساید شما بچه پول دار است، من نمیدونم. پول داشت. درسته منطقیه. بچه های میز قیمتش 15 میلیون. نه واقعا تو استان ما، تو شهر ما، من بیشتر اسما که حالت اصغر و اغرا و آره محمد و یوسف و اینجور اسما خیلی زیادن، توهین نمی‌کنیم بهشون، ولی اسم من زیاد رواج نداره. آره یه سری اسمن که رواج زیادی ندارن، مثلا ایمان. آره و حالا تو میای از اسم جیزس استفاده می‌کنی به عنوان یه یوتیوبر توی چه شهری؟ هیچ کجا. نه شهرمو نمیگم. اینو باید بگیم. نه شهرو نمیگیم. یه سری مثال بزنیم راجع بهش. نه ایده‌ای به بچه‌ها بدیم. آقا کامنت بگیریم دیگه. آقا حدس بزنید. آره حدس بزنید. خدایا خیلی خوشگه. بیش از حد. از طرف من خودم از طرف خودم میگم. که چی؟ یه ولاگ روزانه با یارو میگیریم، کسی که درست حدس بزنه. اگه ولاگ نخواست هزینه یه روز کافه‌شو با دوست دخترش خود من میدم. کسی که درست بگه. حالش خوب نیست. ادیتور. نه اینو دیدم میگم جدی شد. نه جدی میگم این کارو میکنیم. کسی که درست حدس بزنه، چون مجبورت میکنیم بعد بیای بگی که آره من مال این شهرم. پس درست حدس بزنین، کامنت ها رو منو دنبال میکنم. شهر بسیار خشکیه. طرفای جنوبه. تمام همین. کل جنوب خشکه. همین تموم شد. من دیگه راهنمای دیگه نمیکنم. کل راهنمای خشک جنوب. به جمعه هم روز جمعهش خیلی معروف شده. ای حروم لو سیاسیش کردی. کات کاملا کات ادیتور. پولتو من میدم. خب تو یه سری ولاگ داشتی از مدرسه رفتن و اومدی پیش بچه‌ها. یه ولاگی که من بودم توش، یه قسمتی که چیپس می‌خوردیم تو تا شام تو زدی. آره یک روز با دستکش بوکس. خب میشه کلاس چندم؟ من الان 17 سالمه، کلاس 11ام. سال بعد کنکور داریم هر دو تامون. از من میپرسه. قطعا ما هم مدرسه ایم. اگه هم کلاسی نیستیم. تو بچه‌ها داریم میگی. تو کلاس 11می و میخوای پروسه درس خوندن تو بگی، چون یه تعویض یه تعویض رشته داشتی. خب تو چنج کردی رشته تو. آره. از ریاضی اومدی. من تجربی اومدم. آره میخوای توضیح بدی راجبش؟ یه روز خیلی خوب بود. صبح خیلی خوبی بود. شروعش خیلی جذاب بود. بیدار شدم، صبحونه خوردم، بعد ساعت 12 بابام یهو دیدم داره بهم زنگ میزنه. گوشیو برداشتم، بعد برگشت بهم گفت پسرم رشته‌ت عوض شده. من موندم مگه من نباید خودم بیام اونجا تاییدیه بدم؟ گفت کاراش انجام دادم. من گفتم خب من باید زیست امتحان بدم فلان. گفت دیگه همینه که هست. چقدر دوست داری این رشته رو؟ نه یه ذره میخوایم بشناسیم. خیلی راحته. یعنی راحت‌تر از ریاضی؟ اوف تا دلت بخواد. ریاضی که بودیم ما یه معلم ریاضی داشتیم فراهی. the best.
ببین مثلا چطوری بهتون توضیح بدم، یه سیاه‌پوسته گنده چاقالی یه درصد فکر کن بگو. استاد من با این نیستم، من کاملا احترام میذارم، همه جا خوبه تو گفت. استاد خدای مرام داری. استاد بعد مثلا میشینه ترو دیتکتیو میبینه، بریکینگ بد دیده. چی میگفت؟ آقا این استاد ما علاقه شدیدی به فیلم‌های هالیوود داره، بعد نه هر هالیوودی، یعنی یه جوری میاد فیلم‌ها رو تحلیل میکنه. من دیدی میگه فیلم‌ها یه سری صحنه‌ها داره که مهم نیست، شما باید کلیت فیلمو ببینید. آره بعد مثلا یکم صداش بمتره، مثلا چی شد که وارد یوتیوب شدی؟ ببین من خانواده ما جوری بود که اصلا نمیذاش من حتی سمت گوشی برم. یعنی من تا کلاس 6 مثلا اینستاگرام نمی‌دونم چی اینستاگرام اولین بار سال آشنا شدم باهاش. رفتم تو اینستاگرام خدای حال کردم. بعد رفتم تو یوتیوب، اولین بار که رفتم تو یوتیوب یه عربه بود داشت به آتیش گرفتن یه شیشه توسط لاوا ریاکت نشون میداد. فکر کنم هممون وقتی اولین بار میریم تو یوتیوب عربه اونجا هست. رندوم‌ترین چیزیه که میشه دید. من چی دیدم اولین بار تو یوتیوب؟ از این ویدیوهایی که مثلا طرف میاد یه روز کاملشو وای میسته، بعد سه توپ کوچیک میندازه که مثلا به یه چیزای بخوره که بیفته توی لیوانی. آها این کلام زیاده. آره مثلا بعد من اولین بار اینو دیدم، بعد اومدم گفتم این چه کاریه، اومدم بیرون. 2 سال بعدش بعد یکی از رفیقام گفت یوتیوب تا حالا دیدی؟ گفتم ها همون عربه نبود. کل ایده‌ت همون بود ازش. آره من کل ایدم از یوتیوب همون بود. بعد کلاس 6 بودیم دیگه، بچه بودیم. بعد گفتن نه حاجی برو نگاه کن ببین چقدر خفنه. رفتم آقا اصلا زندگی من متحول شد، سبک زندگیم عوض شد. بعد چیزی که جالبه تو اول اینستا دیدی بعد وارد یوتیوب شدی. آره من خیلی میشناسم که برعکسه. مثلا من خودم از کلاس هفتم که ما اومدیم غیر حضوری شد، کرونا اومد و میدونی اون زمانه یوتیوب فیلتر بود دیگه. آره. فقط اینستاگرام ولی باز بود. من نمیدونم حالا به هر دلیلی فیلتر روشن بود، میرفتم تو یوتیوب. بعد یوتیوب اون موقع اصلا خیلی کم آدم میشناختم، برادر تو ماتریکوس تو سر نه بیشتر شورت ویدیو میدیدم. خب بعد آقا آریوکیوکسر رو دیدم اولین بار. خب بعد خیلی تو فاز گیم نبودم، هنوزم نیستم. آره. میشناسی منو. مثلا از گیم بدش میاد، بهش میگم بیا بشین بازی کن، فوشم میده. آره من تاچ پی اس بزنم. آقا آریوکیوکسر رو دیدم، شروع کردم همه ویدیوهای گیمینگش رو دیدم. یه لحظه آقا یه لحظه ویدیو درباره منه، تو کی هستی اینجا؟ نه توضیحات میدم وقت ویدیو پوشه. این ویدیو باید 20 بچه‌ها وقتتون رو بگیره. نه من این رو دیدمش. بعد مثلا شروع شد با آریوکیوکسر این ویدیوها، بعد هی پوتک هی این اون ولی گوتشون آریوکیوکسر بود. گوت تو کیه؟ هاچ پاندا. هاچ پاندا نمیدونی کیه؟ میدونم. میدونم خارجی باید باشه. نه ایرانیه هاچ پاندا. هاچ پاندا رو من دقیقاً یادم سال 6 راهنمایی بود. سال 6 راهنمایی شروع کردم، تازه یوتیوب اومده بودم تو یوتیوب. چی درست می‌کنی این واسم سوالا؟ ببین معروف ترین ویدیوش کشتارگاهه. این ویارایی که جدید میذاره همه مثلا چون خیلی ویو میگیره. یه چیزی تو بچه‌ها ویجیلن از راجبش شنیدم که یارو کلا تو فاز گیمینگه ولی به سبک خودش. همون آره تو فکر کنم ویجیلن همون آره ویجیلن بچه‌ها ویجیلن داره. هاچ پاندا یه ویدیو با ویجیلن داره با یکی از چیاشون. هاچ پاندا ببین اون زمانی که ما نگاهش میکردیم اصلا هیچکی نمیشناختش. الانم مثلا با اینکه خیلی معروف شد حتی تو هم نمیشناسیش. من چون واسه یه سری آدم خاص داره یه سری محتوا تولید میکنه. مثلا محتوایی که تو میسازی تو کانالت اینطوریه که بالاخره آدم دلش میخواد دو تا ویدیو. ببین من اصلا هدفم این بود ویدیوهام شبیه مال هاچ پاندا باشه، با اینکه اون موقع هم هاچ پاندا کلا 2000 تا سابسکرایبر داشت. 2000 تا هم نبود، من یادم از 600 تاییش شروع کردم تماشا کردن. ویدیوهاشو واچ می‌کردم. و اون موقع کشتارگاه میذاشت، بعد مردم دیوونه بودن براش. یعنی بعد خیلی تنبله. خدای هاچ پاندا ویدیو بیشتر بذاره. دراوا کانتکتایی که میذاره. خب چون کانتکت یا من کانتنت. ببین من زبونم میگیره، بچه‌ها سرما خوردم. دروغ میگه. نمیدونم چون محتوایی که تولید میشه بیشتر حالت چی داره؟ یه سری مخاطب خاص داره. یعنی مثلا آره هاچ پاندا بیشتر گیم. من که مثلا تو گیم نیستم نمیام هاچ پاندا بشناسم، ولی قطعا میام مثلا آریوکیوکسر که ولاگ میذاره، یه سری ویدیوهای جالب میذاره، میام مثلا پوتک رو میشناسم. اینا رو مثلا عمومی تره. خب چی شد که تو محتوای طنز رو انتخاب کردی که باز مثلا همین یه جامعه عمومو در نظر میدونی علاقه داشتم، خیلی علاقه داشتم. آره طنز خیلی ویو میگیره، بعد حتی پیشرفت توشم خیلی زیاده. بعد برای سن من خیلی، چون واقعا کسی بها نمیده به سن من. مردم با شما
درسته من یکم کوچیک سنم ولی دلیل نمیشه که مردم مثلا حمایت نکنن. ببین نمیشه کسی بعد پیشرفت نکنه توش. محتوا بذار من حرفم بزنم بگو. که صفحه دارم حرف میزنم. بگو. محتوای طنز من ریشش در این بود که اول که برید ویدیو اول منو ببینید گیم گذاشته بودم. من خیلی گیم آپلود کرده بودم ولی گیم ویو نمیخورد و اون بازدید و اون چیزی که باید میداد اون میدونم چی میگی. آره منم کلامش اون بازخورد. آها آفرین مردی هستی کونه دهنم. اون بازخورد مناسب نداشت. پس سبک عوض کردیم. ایده حالا چند تایی داریم. چند تا ایده تو ذهنمه که واقعا الان توی فصل مدارس نمیشه اجراش کرد. بعد خودم هم یکم شرایط خوبی نمیشه راجع به همین چیز صحبت کرد. الان شما شهر رو نگاه کشور دلار رو ما که سیاسی نیستیم اصلا 22 بهمن. بعد محتوای طنزی که من پیش گرفتم بیشتر سبک چالشی بود چون مردم خوششون میومد. بعد برنامه‌م اینه که بعدن که از این چنل به درآمد رسیدم یه 2 تا چنل دیگه هم بزنم. خیلی هندل کردن این تو سخت میشه. آره مثلا یه ایده چی میگن هدف بلند مدت قشنگه. هدف بلند مدت من خیلی بلنده. خیلی بلندتر از این چیزی که تو فکر مثلا بلاگ تولد 80 سالگی من میخوام توی انگلیس چی بشم. یعنی به زبان انگلیسی یه چنل. حالا اگه بری قبل مهاجرت یا بعدش؟ بعد مهاجرت زدم. تصمیم داری به مهاجرت به این زودی ها؟ به این زود منتظرم 1000 تا بشه مهاجرت انجام میدم. خودم قرار ببرم. تو میری اونور فوش میدی. خودم باید ببرم. آره. کانتنت همینه. بعضی من مثلا من خودم شاید براتون سوال باشه این چرا انقدر زر میزنه که اینجاست ویدیو بهش مربوط نیست. من آدمیم که ایده زیاد میدم. نه ایده زیاد دارم. نه قبول کن. ببینید دوستان ایده های ایمان فقط ایده زیاد میدم ولی 3 بخش خلاصه میشه. توی 3 بخش ایده های ایمان خلاصه میشه. دختر جون مخفی ایده سوم تو میخوام بگم. ببین دوست داریم چیزایی که ویو بخوره رو بذاریم. ببین نه خب مثلا یکی مثل علی رکسا رو قطعا میشناسیش. خیلی پسر گلیه بچه بال بود ولی تا زمانی که ولاگ اولین دیتم با دوست دخترمو آقا دراما چرا قطعا یارو نمیشناسه ما رو و این ویدیو رو نمیبینه. خب 100% آره حداقل هیت میگیریم ویو هیت رو بگیریم. ای خدا آقا یارو تو اونو نذاشت اصلا من یادم. آقا این کانتنت من علی رکسا رو از روز اول کانتنت میذارم میشناختم. تمام ویدیوهاشو هر روز که گیم میذاره میبینم. تو کارش بودی. خب یکی من به عنوان یه فرد عام دارم میگم که تا زمانی که این یارو نیومد باهاش تو ویدیوها این ویو نخورد و دقت کنی اون تایمی که این دختر باهاش بود ویوهاش زیاد بود. آقا سند مدرک باید ببینم. حالا چون شهرمون استانمونم خیلی اوضاعش در پیته. آقا خیلی داری اون چی میگی؟ نه داریم منطقی صحبت میکنه. اون چیزی که هست نمیشه ما همچین یه خانومو بیاریم با آبروش شاد بازیشه هر چیزی چون خیلی دیده کاری ندارن. چرا ایدهشو میدیم که آزاد بپرس؟ خب چون یه چیزی که باید باز کنی راشو. هیچ کی آیدیایی نداره راش. ای آقا نه آیدیا هیچ کی نداره آقا تو این شهر هیچ کی آیدیا نداره که من یه دختر رو به عنوان یه همکار بیارم توی سری ویدیو و نه اصلا خانواده‌ها ذهنشون اونقدر باز نیست تو شهر. اصلا نیست. یعنی من خودم مثلا 2 تا ویدیو اولی که مثلا با تو گرفتم خیلی ویو خورد و 90%شون فامیلامون بودن. بعد اینطوری بودن که این ویدیو ساخته این داره خودشو تو جمع. آره یه ویدیو بود. آره بعد چه اشکالی داره؟ تو چرا باید انقدر فشار بخوری از اون چیزی که آقا شاید حالا دیدی یهو دوباره دیدن. ببین نه اتفاقا روی صحبتم با این آدماست که آقا من دارم زندگیمو میکنم و دوست دارم این سبک زندگی رو شروع کنم. یعنی من بازم اینه که بیام ویدیو ساختن رو شروع کنم، بیام بازیگری رو شروع کنم، تئاترمو ادامه بدم، مدل شم و اینا رو. خب یه سری لازم است دیگه. شاید واسه این سوال چرا این کارا رو میکنیم؟ وسط حرف هم میپریم میرقصیم. ما مهم نیست برامون. کات بزن اینجا رو من گوشی جواب بدم. A few minutes later. رفتم اومدم اتفاقی افتاد. هر چی راجع به من پشت من گفت پخش بشه کپی رایت میزنم ویدیو رو. رابطه ای؟ نه. مگه ما دنبالشی؟ نه. فکر نمی‌کنی بهش؟ نه زودن. مثلا این الان 2 سال تو رابطه. خب پدن اولو 9 ماه فکر کنم 9 ماه یا 2 سال. 1 سال. امیدوارم ویدیو جای پخش نشه. الو. اگه این ویدیو رو ببینی بدون داریم در مورد تو حرف میزنیم. آخه کسی به این قیافه پا میده؟ نجلا، فاطمه. به یه اسمایی میگی که حتی اصلا نمیدونم کیه. آره نجلا کی. خیلی رندومیم ما. حالا زیرش نذارم بجز اولین چیزی که راجع به رابطه‌ام گفتی بقیه‌شو قبول نداریم. آره اولی رو زیرش نمیذارم.
پول پس از 3 تا پلن من دختره پس حذف شد، میمونه دوربین مخفی. در شرف خریدن دوربین مخفی هستی. بذارید در جدیش کنیم. نه دلیل اینکه این ویدیو رو داریم میگیریم اینه که 200 تا شدیم. آره جشن 200 تا. ما یه سری برنامه داریم راجع به چنلت. من خودم دارم. آره یه سری آیدیا منم دارم میدم دیگه. آقا به عنوان یه بازیگری تو ویدیوات حضور داره میتونم آیدیا بدم دیگه. میتونه آیدیا بده ولی اینکه آدم نه. اینطوری داری خودتو چرا میپیچونی حلقه میکنی توی کارهای شخصی من. آدمایی که باشون ویدیو گرفتی تا الان خب با کدوم کار کردن راحت تر بود؟ نه من اینجا هستم نگو مثلا آقا این هست اینا، چون میدونی ناراحت نمیشه. سیب زمینی شما فکر کنم بشنویدش، فرمه همون گنده هست تا پاله. ویدیو رفیقم تا همون که چند تا مثلا چند بار اومدم خونه‌تون. آره همون تا پاله. آره. ویدیو لانگ هم داریم. با فرمه فقط لانگ ویدیو داریم ما. آره. یه دونه گیم داریم، بقیه‌اش بیشتر شورت. من اولین باره که فیسم میاد جلو دوربین به عنوان لانگ ویدیو. بعد جالب اینجاست میدونید من ایمان مثلا میارم تو ویدیو انگار یه سوراخ جلو. نه سالم یه نفرینی چیزی داره ایمان. مثلا من ویو نمیگیره. مثلا 3K 4K 5K 6K 12 خیلی کم با من حال میکنه، نمیدونم چرا احساس میکنم. نه میدونی مشکل از من فکر کنم این زاویه دوربین خرابه. نه اوکی. نه من دست زدم بهش. چقدر دست زدی بهش؟ زیاد. مرسی. نه زیادم بد نیست آره اونقدر بد نشد. این قسمتش فقط کات کن. آیدیات واسه ادامه یوتیوب فعلا رو حواس جدی، یعنی من باید ببینم برنامه‌ریزی کنم این چنل وقتی به 1000 تا برسه من درآمدش باز کنم، میخوام یه دونه چنل گیم جدا بزنم که توش وی آر هم میذارم 100%. و یه قولی هم به من دادی یا پول میخواد ازم؟ نه پول حالا فدا سرت بعدا میکنم راجع به جی تی ای 6. نه اونو من تضمین نمیکنم. خب نه الان یه آیدیا بده بچه‌ها شاید داشته باشن و بخوانش. اینو شورت ویدیوش میکنیم. آقای ادیتور لطفا این قسمت رو یه شورت ویدیو هم بساز ازش که با من شورت ویدیو هم بذاریمش. آقا من پول اینا رو نمیدم. من با من هماهنگ نشده این رو صحبت میکنم. خب جی تی ای 6 اگه این ویدیو 1000 تا ویو بگیره خب قول میدم من گیم پلی جی تی ای 6 رو میذارم 100%. گیم پلیشو میذاریم و یه چنل دیگه. آره تو همین چنل اول بیا از همینجا شروعش کنیم. اینجا نه. آره که این چنل گیم نیست. این ایدت خیلی خفنه ولی اینطوریه که هنوز به اون سطح نرسیدیم. چند برای اون افرادی که نمیدونن یه داستانی هست واسه جی تی ای 6 در حال حاضر که یه پریوردر داره نشناسه. کسی اصلا نمیشه جی تی ای 6 رو نشناسه. ولی یه داستانی هست که یه پریوردر داره. خب تو میتونی پریوردر رو پریوردر کنی در حال حاضر. پیش خریدش رو پیش خرید کن. آره یعنی ما قبل از اینکه پیش خرید کنیم پیش خرید میکنیم. من الان یه فامیل دارم توی بنگلادش باشه. قراره برام بگرده اگه پیدا شد. اگه نه تو کانادا اینا که فکر نکنم دایم قراره از کانادا بگیره بیاد. که اگه اونو بگیرم 100% این کار انجام میدیم. جی تی ای 6 شد همون روزی که اومد میشینیم گیم پلیشو میگیریم و همون روزش باید ادیتور رو من با تو هم ادیتور. آقا ادیتور قول تو هم بده دیگه. همون روز اوکیش کنیم بریم. همون روز در همون روزی که اومد همون روز بریمش بیرون. شد ویدیو. در لحظه بریم واسه خدافظی. من دیگه تایم تاش. نور نه دیگه نورش. خب یه جنبندی برسیم ازش. حالا نه آقای مسیحا سوالات و سوالای اصلی هنوز نپرسیدید. 5% دیگه نه این فقط واسه 200 تایی مونه. من یه قول به بچه‌ها واسه 1000 تایی میدم که اونجا ما می‌خوایم دقیق‌تر بشیم که بعد موقعی که 1000 تایی بشیم هم قرار اون جایزه یه روز دیت یا یه روز بیاد با ما بچه آقا اون یارویی که قراره مثلا درست حدس بزنه یه رفیقمون نباشه. یه روز دیت یا یه روز میاد میشینیم اینجا یه حالی بهش میدیم و یه چیزی هم یه قول دیگه من میخوام هیچ کدوم از اینا رو تنظیم ببین من خودم قول میدم ازش. آقا اگه 1000 تایی شدیم از طرف خودم قول میدم. خودم پا میشم میام هر کجای ایران که هستی. حالا یکم قول زیادی ولی خب یه حالی میدیم. میایم با هم میریم یه گشتی میزنیم یه حالی میکنیم. آره و نه به عنوان آدم فیمس، به عنوان یه رفیق. به عنوان یه رفیق. آره یه مشتی. کانتنت ساز میای. آقا یه کانتنت ساز کریتر میگه ساز. آقا همون بیا یه قول دیگه هم بده.
اگه ما اومدیم GTA 6 ان شاء الله اوکی شد گرفتیمش یعنی الان کل ذهنش جی تی 6 آره نه میدونی اصلا با اساسین کرید میشن تنها بازیایی که تو زندگی کردن کرید به 10 تا از بچه‌ها رو رندوم از تو کامنت ها که مال شهرمون باشن وقتی اون ویدیو بشینیم با هم جی تی 6 بزنیم. آره واقعا همین داره. آره بالای 5000 تا خورد میشینیم با هم جی تی 6 بزنیم چون چیزی نیست که تا امروز بیاد همه گیم نتا پرشه همه پی سی ها داشته باشن. چرا هست تو این شهر نیست قبول. چرا چی میذاره؟ اونوس یا چی؟ همه جا چه بابا بازلود. اصلا هر گیمی که بیاد میاد. فقط اینکه براش بریزن مثلا یه هفته طول میکشه. خب دیگه تو اون لحظه نمیذاره. فقط همچین ویدیوهای زود ویو خوب میخوره. ما نمیگیم خوب میخوره. خب سخن پایانی این که دوستان جان عزیزاتون ساب کنید. شاید بگید مثلا سنش پایین این بچه سال که تو یوتیوب اومده. آره نه این ویدیو قرار نبود از اول زیاد Q&A باشه. آره این یارو برادر از کلاس جیم زده اومده خونه ما یهو گفت یک Q&A بگیرید کنسل شد. Q&A زیاد نبود. بس این بود که بشینیم صحبت جدی هم بکنیم یه ایده کلی راجع به این چنل راجع به بچه‌ها راجع به همه داشته باشیم و اینکه یه ویدیو باشه به یادگار از ما دوتا که آقا ما امروز 200 تا بودیم 211 تا بودیم درست که بریم برسیم به بالاترش. آقا این انشالله این زیر میاد بچه‌ها. نه نمیاد لطفاً ما پروموت نداریم لطفاً پلیز پولم میگذره اصلا تو خرید پولی بده. دخترا ببین این آیدی اینستاگرام میاد این پایین دخترا که دوست دختر داری سارا این ویدیو رو یه قسمتش کات کن پولم میگذرم آیدیم هم نذار پایین. نه جدا از شوخی آیدی من میاد به عنوان مدل دوست دارم فعالیت کنم به عنوان بازیگر خوشحال میشم. خودم خبر نداشتم ولی باشه شاید 2 دقیقه پیش بعدش قبل ویدیو بله آقا آیدی این بدبختم میذاریم. مرسی عاشقتونم. کاری با بچه‌ها داری؟ هیچ هم ساب کنید. حتی لایک هم نمی‌کنید کامنت هم نمی‌ذارید ساب کنید. خواهش میکنم. دل بچه‌ها خوش. آره دل من بدبخت. اگه این ساب شه مستمر نوبت دوم و 20 میشم. از این قضا نمیخوای بدی؟ نه اگه این ویدیو رو آیسان اسلامی چی کنه؟